شما خیلی صداها اینا رو خیلی درست سر میاری، اصلا عجیبه. آره دیگه. عمو کاظم صدا میکرد. خود حسن مرجونی انقدر که شما درست شبیه حرف میزنی، خودش انقدر درست شبیه خودش حرف نمیزنه. یه بار به خودش زنگ زدم گفت منم دارم زنگ میزنم بهت. با هم رفته بودیم سوپرمارکت، یه گفت اومد و گفتش که هادی اینم بردارم. بعد یه دفعه خانومم سوپرمارکتیه فروشنده‌اش خانومو گفت صداتون همون جوریه. گفت مگه صدام باید چه جوری باشه؟ من همینم دیگه. خودش خندش گرفته بود. ای خدا خیلی گله. البته من اجازه شوخی رو باش دارم. یه عادتی داشتم از بچگی که هر چیزی رو سعی می‌کردم صداشو در بیارم. مثلا صدای لولا دادن. یه اجازه شوخی با همین لولایی رو دارید. علی سلیمانی هم روش شد. گفت خوب بچو واسه چی اومد بازیگر شد؟ هر تک تک بچه شروع کردن جواب دادن. نمیشه انگار علی سلیمانی خدا بیامرز اینجاست. کدوم بازیگر سورپرایزت کرد؟ آقای پوررم صدا میگفت اینجوری شد. گفتم جان. گفت ببخشید عجزت کردم. گفتم نه آقا ولش کن خیال. گفت انگشتر بگیر و دیدت در کنم. داد انگشتر رو بهمونو و خلاصه دلمون در آورد. اما واقعا چجوری ادای ابوالفضل پوررم رو در آوردی؟ خیلی قوی بود.